اگه قصد اسباب کشی دارید بیاید ببینیم تابانبار چطوری این کار رو براتون ساده و بی‌دردسر میکنه. جابجایی خونه یا محل کار فرقی نمیکنه. میدونم میتونه یه فرایند واقعاً استرس‌زا باشه. از بسته‌بندی گرفته تا خود روز جابجایی، کلی جزئیات ریز و درشت هست که باید بهش فکر کرد. و خب میرسیم به نگرانی همیشگی، هزینه نهایی. اینکه دقیقاً چطور حساب میشه خودش یه داستانه. ببینید طبقه چندمید، چقدر تا کامیون فاصله هست، همه اینا مستقیم روی هزینه و زمان تأثیر داره. وسایلی مثل پیانو یا ساید بای ساید فقط تجهیزات نمیخوان، مهارت میخوان تا سالم به مقصد برسن. این یعنی برای تابانبار فقط بحث هزینه نیست. کیفیت و اعتماد شما حرف اول رو میزنه. خب، راه حل تابانبار چیه؟ یه سرویس کامل که شما رو از تمام این نگرانی‌ها راحت میکنه. این فرایند 0 تا 100 یعنی از بسته‌بندی اولیه تا چیدمان نهایی همه چیز با خودشونه. خب اصلاً یه شرکت باربری حرفه‌ای چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ چند تا نکته کلیدی هست. عامل شماره 1 و از همه مهمتر، تخصص و کیفیت تیم. واقعاً همه چیز به همین بستگی داره. اینا دقیقاً همون چیزاییه که تابانبار روشون تاکید داره. از تیم حرفه‌ای گرفته تا مجوزهای رسمی. تیم متخصص یعنی خیالتون راحته که وسایل حساس و با ارزشتون بدون کوچکترین آسیبی جابجا میشه. موضوع بعدی امانتداریه. تیمی که میتونید با خیال راحت بهشون اعتماد کنید، چون همگی تایید شدن. و البته بیمه‌نامه معتبر. این یعنی یه پشتوانه محکم برای تمام وسایل شما در طول مسیر. تجربه بالا هم یعنی مشکلات کمتر و کار بدون تأخیر. همه چیز دقیقاً طبق برنامه پیش میره. در نهایت چه برای خونه و چه محل کار هدف یه چیزه، یه جابجایی بی‌نقص و بدون هیچ دغدغه‌ای. پس برای اسباب کشی بعدیتون آماده اید که کار رو به متخصصا بسپارید و خیالتون راحت باشه؟